سلام بچه ها، من اومدم امروز یه چند تا چیز خیلی باحال بهتون بگم. این روزا وقتی که آدم ها رو نگاه میکنم تو اینستا، تو یوتیوب، تو ایتا، تو شبکه‌های اجتماعی مختلف نگاه میکنم میبینم میچرخن همینطوری، هیچ دلیل خاصی ندارن. 4 تا کلیپ ببینم واسه همدیگه بفرستن، برن نگاه کنم ببینم برندهای مختلف چیه، لوازم آرایش چیه، لایف استایل فلان بلاگر چجوریه، کی رفته مسافرت، وای فلانی چرا همیشه تو سفره. بیشتر آدما توی دنیای فضای مجازی اکثرا دنبال اینن که کی چی پوشیده، کی چی نپوشیده. خیلی کم پیش میاد من ببینم جنبه آموزشی داشته باشه. جدیدن هم که ماشاءالله همه انقدر شرایط زیاد شده، همه دنبال این میگردن که بریم ببینیم کی چی میفروشه، درآمد دلاری کسب کنیم، یه چیزی تولید محتوایی رو انجام بدیم، ما هم یه پولی در بیاریم، ما هم یه ویویی بخوریم، نمیدونم یکی بیاد پیج ما رو ببینه، ما هم دوست داریم رشد کنیم و خیلی چیزای دیگه. حالا کاری که من دارم میکنم میدونید چیه؟ من داشتم به این موضوع فکر میکردم خیلی از آدما ذهنشون این روزا خیلی درگیر توهمات روزمرگی. کاش اینجوری میشد. وای من اگه انقدر پول داشتم میرفتم اینو میخریدم، من انقدر پول داشتم میرفتم فلان دوره رو میخریدم و کارم رو استارت میزدم، من انقدر اگه پول داشتم رهن فلان مغازه رو میگرفتم و جنس میریختم توش و سود میکردم، من توی فلان چیز یکم ضعیفم، اگه تواناییامو ببرم بالا 100% موفق میشم، میتونم تو بیزینس کار خودم خیلی موفق باشم. من حرفم چیز دیگه ایه دوست عزیز. حرف من اینه تو همین لول، تو همین لوکیشن، با همین توانایی که داری میتونی بهترین خودت باشی. فقط باید چیکار کنی؟ باید خودت رو، برند خودت رو، شخصی که هستی رو روی کاغذ پرزنت کنی. یعنی چی؟ یه کاغذ بردار، خودتو با تمام توانایی‌ها، هرچی دستاوردی که تا الان داشتی، توهم نزن. نگو من فلان چیزو بلدم ولی وقتی ازت میپرسن نمیدونی باید از کجا جوابشو بدی. نه، چیزی که واقعا بلدی، دیگه به خودت که نمیتونی دروغ بگی که. چیزی که واقعا بلدی رو لیستش کن. از توی اون چیزایی که لیست کردی تواناییات در میاد. بیا یه دونش رو انتخاب کن. بگو من تو این قویم، اینو دوست دارم. وقتی میشینم به این مسئله فکر میکنم حس و حالم خیلی خوبه. مثلا من میشینم اینجوری فکر میکنم، من سالها زبان تدریس میکردم، زبان کره. و میمدم میشستم به این موضوع فکر میکردم که خب من از این اپلیکیشن ها استفاده کنم، برم یه سریالی رو زیرنویسش رو بنویسم، بعد بنویسم مثلا مترجم الا حسم خوبه. مثلا اینجوری فکر میکردم مثلا خوبه. نه، نیازم رو رفت نمیکرد. مثلا خب که چی، مثلا رفتم یه سریال دیدم مترجمش مثلا من بودم. خب بیام بریم تدریس کنیم، بیام مکالمه کنیم، بیام صحبت کنیم. دیدم نه، اونم خیلی اوکی نیست. یعنی اون میزان انرژی که میذاشتم و اون پولی که دریافت میکردم خیلی نیازم رو رفت نمیکرد. الان به چه نتیجه‌ای رسیدم؟ به این نتیجه رسیدم که آدم‌ها اگه قراره حرف بزنن، یه چیزی رو به کسی یاد بدن یا یه تجربه، یه توانایی رو دارن، بیان ازش استفاده کنن. توانایی که شاید تو داشته باشی کسی دیگه ای نداشته باشه، حرفایی رو تو بزنی کسی دیگه ای قدرت گفتنش رو نداشته باشه. من بارها شده مثلا یه جایی داشتم یه حرفی رو میزدم و دوستم میگفت خوش به حالت، تو تو چقدر شجاعت اینو داری که اینو بگی به طرف. من اصلا قدرت گفتنش رو ندارم، ترجیح میدم که سکوت کنم. تو استپ اول به نظرم ما باید بلد باشیم که با کی چجوری حرف بزنیم. چه تو با کلمات قلمبه سلمبه حرف بزنی، چه تو بیای عادی صحبت کنی، طرف ممکنه بهش بر بخوره. پس تو سعی کن خودت باشی. این برمیگرده به برندی که تو خودت داری. همه یه حرفایی که زدم معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو یه انسان باید سعی کنی برای خودت یه برندی داشته باشی، یه توانایی داشته باشی، یه لایف استایلی داشته باشی. انقدر نگرد تو یوتیوب و اینستا و این ور اون ور دنبال این که اون چی داره منم برم شبیه اون بشم، این یکی چی گذاشته، وای چقدر ویو خورده، منم اگه عین همین انجامش بدم منم خیلی ویو میخورم. نه دوست من،
تو باید یاد بگیری مدل خودت باشی. مدل تو چجوریه؟ تو دوست داری چه حرفی رو به چه کسی بزنی؟ جمله‌ای که قراره تو به طرف مقابل بگی قراره چه کمکی بهش بکنه؟ من میگم بیا ذهنتو خالی کن. بیا ذهنتو از افکار بیهوده، افکار منفی، افکاری که ته نداره، از توهمات، هزیون‌هایی که میشینی میگی بعضی وقتا توی خلوت ذهن خودت. من میگم بیا یه نفس عمیق بکش، رو کاغذ خودتو پرزنت کن، ببین چه توانایی هایی داری و از یه جا شروع کن. خودت رو به یه سطحی برسون که از خودت بتونی درآمد کسب کنی. این که من بتونم از خودم یه چیزی رو خلق کنم و به دیگران بگم خیلی عالیه. این که من از خودم یه چیزی رو تولید کنم، یه محصولی رو، یه حرفی رو، یه آموزشی رو، هر چیزی میتونه باشه. این که دیگری از تو استفاده کنه، این که من بتونم برای یه جامعه یه خدمتی بکنم. اون خدمت چیه؟ زدن حرف خوب، ارائه یه محصول خوب، پرزنت یه شرکت، پرزنت کار خود طرف. این چیزی که قراره من ارائه بدم چیه؟ و اون آدمی که قراره بعد از دیدن مثلا کلیپ من چه حسی بهش دست بده؟ حالش خوب بشه، حالش بد بشه، تیک ذهنش بخوره. چون من امروز از این کلیپ اینو فهمیدم که اگر این کار رو بکنم خیلی موفق ترم. تو چی حالتو خوب میکنه؟ من میخوام بهت بگم هر چیزی میتونه حالتو رو خوب کنه. تا حالا نشستی فکر کنی مدل خودتو در بیاری؟ بیایم روی برندسازی شخصی خودمون کار کنیم. هدف من اینه. بشین راجع به خودت فکر کن. اگه قرار باشه برند خودتو بسازی، برند تو چیه؟ چه شکلیه؟ اسمش چیه؟ چه رنگیه؟ چه حرفات و کلماتی توش زده میشه؟ لایف استایلش چیه؟ و آدم هایی که دوروبر اون برند قرار بگیرن چه تیپ شخصیتیایی دارن؟ لاتن، آموزش دیدن، دوست دارن آموزش ببینن، محصول محورن، ترینرن، دلشون میخواد دائم برن مسافرت، توریستن، چیان؟ از کدوم خانوادن؟ من دوست دارم اول از همه کسی که میخواد برند خودشو بسازه بشینه به این نکات فکر کنه. اینجوری بیشتر رو خودت وقت میذاری و کمتر میچرخی تو شبکه‌های اجتماعی. چرا؟ چون توانایی خودتو میبینی و برای توانایی خودت وقت میذاری. خوشحالم از این که تونستی یه ذره ارزش‌های خودتو ببینی. این خیلی ارزشمنده که تو بتونی خودتو پیدا کنی، حتی با دیدن یک کلیپ.